نماز جمعه میتونیم که در اینجا نمازمون رو بگذاریم. گفتن که نه، این هفته نه مقصد دنیا مسجد ایم. این اختون بینید و باور میکنم دین خودم با نوار گرفتم. شب رفتم نوار گرفتگی من تماشا کردم. باور میکنم خودم با نوار گرفتگی خودم نه خدمت گیرم اومد. همه خلقی توجیک مبارک بود مثلا خدا جان اکرم همه نماز خون شود. آمین. الله. سلام دوستان عزیز، روز سعید جمعه به همه مبارک باشه. این آمدیم در درگاه مقدس مسجدی که در آسیا میانه هم زیباترین، هم کلانترین، هم با طلبات تمام دنیا جوابگو. این برادرای عزیز میدونیم این روز سعید جمعه. من اینجا پرسان کردم برادرای عزیز، گفتم که امروز روز سعید جمعه، مقصد که نماز جمعه میتونیم که در اینجا نمازمون رو بگذاریم. گفتن که نه، این هفته نه، مقصد که دین کشوده شده، مقصد که حال خشوع تیار نیستم برای نماز جمعه. یکمین سوال شما این بود که روز جمعه مقصد بریم بنوار بگیریم. این ما اومدیم امروز نماز جمعه را در اینجا خوندم. نمیشه متاسفانه، خیر ان شاء الله که در هفته آینده ان شاء الله میخونیم. میشه گپ نه، یک بار دیگه میدونیم درست تماشا میکنیم. من همیشه یک تا به شما میگم که مقصد که با اینجا سوال شد که مقصد که ملو امامش که میشه، همیشه یک تا به شما میگم برادرای عزیز میدونید. این یک بار دیگه در روز تماشا کنیم برادرای عزیز. در روز با دیگه اینا هاپ بسم الله الرحمن الرحیم. این میدونیم برادرای عزیز، این روزش چقدر زیبا، چقدر خوشرو. برادرای عزیز، دوستای عزیز، یک بار دیگه روز سعید جمعه به همه مبارک باشد. برادرای قدردانم، برادرای عزیزم، این در مسجد ایم. این اختون بینید و باور میکنم دین خودم با نوار گرفتم. شب رفتم نوار گرفتگی من تماشا کردم. باور میکنم خودم با نوار گرفتگی خودم نه خدمت گیرم اومد. باور کنید ایره به درجه عالی. شکر بیعدد، شکر خدای پاکی که ما رو به این روزا رو رساند. این جایی که اومدیم گفتیم که شما چرا نشون نداد یک کس نمیشه که این میشه برادر. این روز سعید جمعه به همه یک بار دیگه مبارک. انا دوستان عزیز، در این مسجد زیبای ما ایشانی سید مطهر، البته که در پیش دراش هستند. در این مسجد زیبای ما مقصد ملا امام میگیم خونکو ایشانی سید مطهر. البته که ما برادر نغز میشناسیم، پیری ما هسته بگیم ما خطا نمیکنیم. مقصد که همین بابایشون. سلام علیکم. بخشی زیاد دیگه چی گپ زده سردم نفهمیدیم. اینجا یک برادر اومد راستی گپ نفهمیدیم، عذری زیاد. شما با سلام علیک. خیلی با چی نوشته بودین کامنتاری ادا که من جواب نگردوندم. سربلند خانواد باشین. انا دوستان عزیز، در اینجا بابای عبدالحمید اینا. السلام علیکم. و السلام علیکم. اینا مبارک شو این مسجد زیبا. یک دعا مون بده پیریکو. خدا اگه مسجد که سازه شدن لا این مسجد رو هم با همه خلقی توجیک مبارک بود مثلا خدا جان اکرم همه نماز خون شود. آمین. الله اکبر. زنده باش. زنده. دوستان عزیز، از مسکو این برادرای ما این رقمشون میمونن، بار میورن. مرحمت کسانی که بار دارن به تاجیکستان مرحمت روانه کنین. اینا سوراخت بار میورن. برای کلان، برای معده، چه خیلی بار داشته باشین فرق نداره. فقط در این رقمو زنگ زنین، رای کنین به تاجیکستان. علی باس ایشانی کلولا در خدمت شما. دوستان عزیز، انمی شرکت ما به شما توصیه میتونم بلیط های ارزان داره. کسانی که تمام دنیا سفر میکنن بلیط بخرن.